غفورов یک نصیحتشان بود جوان‌ها. من گفتم که همه چیزهای نویسید درباره آدمای از خودتان با تجربه‌تر، دانشمندتر، کلانسالتر 1000 بار فکر کنید. مبادا من و افلاطون، من و ابوعلی سینا، من و غفورov نشود. چون که تو که جای وقت شما همه گفتن که من همین سال تعمیم فلسفی داده اصطلاحی باید ساختم مقدسات ملی. مقدسات ملی این ایده شما از وای گرفتم از عروضی سمرقندی. مسئله بزرگداشت بزرگان. من گفتم که ما باید بزرگای قدر کنیم و هر کی کس و ناکس اظهار عقیده نکند. میدانسته که گبتا تو خودت بگو. همه ما گبه گفتن در کار نه. خودشان گبه بی عدالتانه، بی آگاهانه و هاکذا. این دو کار ناشایان. بزرگداشت بزرگان و لایق به یک وای هست که بزرگان را بزرگان دیگر پاینده میدارند. همینه یک شاعر مشهور انگلیس است، جویس. جویس میگوید که ولیکی نشوبه هستند. بزرگان خطا نمیکنند. خطای کنند دیده دانسته میکنند. همین نکته مهم. تو اگجا میدونی وقتی که ابوعلی سینا همین کار کرد، همین گپا گفت، چه ها در دلش بود، زیر تاثیر کدام گپ و کار و بود، واکنش بود. اما این با آسان نکنه. ما باید حرمت انسانی همون بجا بیاریم. انسانی. آیا گپشو نفهمیدی؟ که در تو اصلاح نکن. پس ما گپ دیگه گپا بوده بید. وضعیت و شرایط و این چیزا. من از همه کتاب غفورov از روی چی گفته چی نگفته تحلیل کنیم. من student های بچه های نخونده گفته که کتاب فیسبوک و تنقید کرده گفته کمال به ادبی مثال همون به پیش از این سوال دادن که تو خودت کی، من خودم کی، من چیکار کردم برای ملت. تعریف کرده گشتم من کردگی گفتگی دیگر یا خودم هم میگم چیز کردم من برای یکان چیز لازمی خدمت درست کردم. من همه غفورov در همون شرایط حاضر کن من دوره شوروی سیاه کرده دموکرات نبود دیکتاتور بود گپای کویزه همه خیل بود و گفته چی میکنن بود اگر توانستید قلم داشتید ما گفتید نه همه خیل احترام شخصی پیش از همه. این یک همون وقتی که شما احترام میکنید شما خودتان هم تعریف میکنید چون که من جزو همین خلق هستم. هم عصر من بود که من میخواه کارهای کرد خیلی وای کرد و من نتونستم خیلی خدا همه یک خیل لیاقت نمیده چون لیاقت دیدم در همه شرایط ظاهر میشد و لیاقت همین خیلی هم با خدا تسلی میتیه که در این زمان بزرگی بزرگان اعتراف کردن خودش هم یک علامت بزرگی خواهی شدن
قایل نشدن این کمال نامرده. اما نامرده از همه وی سخت وی جزای سخت همه حقارت سخت ما نامرد گفتن. دیگر وی پدر و مادرش حقارت کنه نکنه نامرد که شد دیگر تو از همه قانون و قواعد قوای زندگی بیرون. این دنیا برای مردها آفریده شده که بنابراین همین چیزهای به نظر گرفته من و فلان گفته گپ زدن مثال این بی حرمته، این بی آدابی. اون با علم آداب کده نه فقط منطق کده، علم آداب کده پیوستن در کار.